پس از گذشت 1400 سال از نزول قرآن کریم، اکنون در پرتو تحقیقات علمی دانشمندان حقانیت آیات‌های علمی قرآن یک پس از دیگری اثبات شده ایستاده است. دانشمند گیاهشناس و پزشک شویتسیایی پایه‌گذار نظام امروزی طبقه بندی رستنی‌ها و حیوانات یعنی کارل لیننی تخمیناً سالهای 1750 چنین کشف کرد که زنبورهای کارگری که خانه می‌سازند و عسل جمع آوری می‌کنند اساساً زنبورهای ماده هستند. زنبورهای نر باشند کارشان تنها باردار کردن زنبوری مادر است. زنبورهای نر هیچ نقش در ساختن خانه و جمع آوری شهد و شربت گلها ندارند. بنابراین زنبورهای کارگر یعنی زنبورهایی که خانه می سازند و عسل جمع آوری می کنند همه اشان مادینه هستند. امروزه علم پیشرفته نیز اثبات کرده است که زنبورهای کارگر از نظر جنسی ماده هستند. حالا به این نکته شگفت‌آور توجه کنید که 1000 سال پیش از این که کارل لیننی به این کشفیات دست یابد، موضوع مادینه بودن زنبورهای کارگر در قرآن کریم بیان شده بود. در سوره نحل آیات‌های 68 و 69 جمله‌ها و کلمه‌ها و ضمیرهایی که در مورد زنبور عسل به کار رفته است، بیان کننده ماده بودن جنس زنبوری کارگر است. به این آیات‌ها توجه کنید. همان طوری که می‌بینید کلمه‌های اتخذی، کلی، فصلکی و همچنین ضمیر در کلمه ربکی و بطونها همه اشان مؤنث هستند، یعنی بیان کننده ماده بودن جنس زنبور. بنابراین از نظر قرآن کریم زنبور عسل یعنی همان زنبوری که خانه می سازد و عسل جمع آوری می کند جنسش جنس مادینه است. چنین اشاره دقیق به جنس ماده بودن زنبور عسل 1400 سال پیش در آن زمان که هنوز کشفیات های علمی انجام نگرفته بود آیا واقعا شگفت‌آور نیست؟ زنبور عسل دو تا معده یا همان دو شکم دارد، یکی برای ذخیره سازی شهد گلها و دیگری برای هضم غذا. معده اول زنبور را عسلدان گویند که با معده دویمش پیوست شده است، اما در بین آنها دریچه وجود دارد. شهد و شربت گلهای مکیده شده وارد معده اول می شود. مرحله های تبدیل شدن شهد گلها به عسل در این معده انجام می گیرد. بعد از آن که عسل آماده شد زنبور آن را با واسطه خرطوم خود به داخل خانچه های ششگوشه می ریزد. زنبور عسل در حالتهای ضروری یعنی وقتی که احساس نیاز به غذا می کند دریچه بین دو شکمش گشاده می شود و از این طریق مقدار عسل از شکم اول به شکم دوم وارد می گردد. خلاصه سخن این که زنبور عسل دارای دو شکم است. در این باره در قرآن کریم آن زمان که هیچ اثبات علمی وجود